بهترین تحریم شکن دنیا. برخی از سایت‌های خارجی کاربران ایرانی رو تحریم کردند. سایت‌هایی مثل چت جی پی تی، انویدیا و حتی سایت‌های برخی از بازی‌های کامپیوتری. حالا لازم نیست برای وارد شدن به این سایت‌ها از فیلتر شکن استفاده کنیم که هم سرعت اینترنت رو پایین میاره و هم امنیت کامپیوتر ما رو تهدید کنه. فقط کافی از یک تحریم شکن استفاده کنید. لایک رو بکوبین تا بریم سراغ آموزش. برای استفاده از یک تحریم شکن فقط کافیه منوی استارت خودتون رو باز کنید. در قسمت سرچ عبارت نتورک رو جستجو کنین، وارد گزینه ویو نتورک کانکشنز بشین و در این قسمت وای فایی که بهش متصل هستین رو پیدا کنین، بر روش راست کلیک کنین، پروپرتیز رو بزنین و در پنجره باز شده اینترنت پروتکل ورژن 4 رو پیدا کنین، بر روش دابل کلیک کنین و در این پنجره DNS رو از حالت اتوماتیک با انتخاب گزینه پایینی به حالت منوال در بیارید و این DNS رو که از کدهای عددی تشکیل شده رو در این قسمت وارد کنین و در انتهای ویدیو نحوه دسترسیش رو بهتون اعلام میکنم و در اینجا دکمه اوکی رو میزنم و همینطور که مشاهده میکنین تمام سایتایی که واسم تحریم بود بدون استفاده از فیلتر شکن فقط از طریق همین تحریم شکن به راحتی واسمون باز میشه و از اینترنت آزاد میتونیم لذت ببریم. اگر دوست دارین تا این آموزش رو به صورت متنی واسهتون در دایرکت ارسال کنم فقط کافی این ویدیو رو لایک کنین، سیو کنین و نظر خودتون رو زیر این پست برای ما کامنت کنین. خدا نگهدار.